پاکستانی 200 میلیون نفری در یک گوشه نارامترین جهان پارلمان و نخست وزیر نو انتخاب می کند. در انتخابات نامزدها از 125 حزب هستند. چند معرکه تبلیغاتی انتخابات 25 ایول را با حمله و بمبگذاری به خون آغشته کردند. در عموم 150 نفر از جمله 3 نامزد به وکیلی در بمبگذاری‌های مرگ طلبانه که گروه دولت اسلامی و طالبان بر دوش گرفتند کشته شدند. حزب رابطه مسلمانان بعد از برکناری نخست وزیر نواز شریف در سال پیش و بعد از بازداشتی چند پیش او با اتهام فسادکاری سردرگم است، برادرش شهباز شریف رهبری را بر دوش گرفت و امیدوار است نخست وزیر می شود. تا زمانی که پاکستان از کشورهای پیشرفته جهان نشود ما آرام نمیگیریم. اما حالا در مرکز دقت عمران خان چوگانباز سابق معروف پاکستان است. حزب تحریک انصافی او طرفداران زیاد یافته و ممکن است حکومت ائتلافی را تشکیل دهد. مخالفان میگویند عمران خان به حلقه های بانفوذ نظامیان نزدیک است. ارتش ما جنگ با تروریسم را برد و برای مردم کراچی صلح آورد. اگر ارتش نمی بود ثبات در کراچی چگونه به دست می آمد؟ Imran Khan is a different kind of a politician. عمران خان سیاستمدار دیگرگونه است. در 20 سال اخیر به جای رسیده که حزبش حالا حکومت منتظر رسیدن به قدرت است. او در جریان معرکه انتخاباتی واضح گفته است که در حکومت او مناسبت با نظامیان بسیار بهبود می‌یابد. He has clearly stated that he will have in his government the civil and military relationship will improve a lot. دادگاه عالی پاکستان ماه ایول سال 2017 نواز شریف را در پنهان داشتن مالکیت و دیگر جنایت‌های اقتصادی گناهکار دانست و از مقامش برکنار کرد. او را در غیبش به 10 سال زندان محکوم کردند. نواز شریف را اول همین ماه بعد بازگشت به لاهور و با وجود تظاهرات خشونت‌آمیز طرفدارانش دستگیر کردند و از حکم شکایت برده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نگران است که ارتش 370,000 سرباز را در مرکزهای رایده‌ای مستقر می‌کند و شاید آنها به جریان انتخابات تأثیر بگذارند. با گفته کمیسیون مقامات امنیتی همچنین به مطبوعاتی که حلقه‌های بانفوذ امنیتی را تنقید می‌کنند فشار می‌آورند و می‌ترسانند. پاکستان با حکومت باثبات احتیاج دارد. پاکستان با حکومت ضرورت دارد که ثبات سیاسی و اقتصادی را تامین کند، چون که در خارج پاکستان را کشور می‌شمارند که ضعیف است. نهادهای دولتی ضعیف، مدیریت ضعیف، نهادهای ضعیف حفظ حقوق دارد. افراطگرایی در آن زیاد است. هر حکومت که آمد این مشکلات را خواهد داشت. در تاریخ 70 ساله پاکستان بار دوم است که حکومت در انتخابات دیگر می شود. دیگر حکومت ها با تبادلات نظامی عوض شدند. تحلیلگران می گویند ممکن است امسال به پارلمان نمایندگان احزاب گوناگون وارد شوند و تأسیس حکومت هم به آسانی به دست نیاید.